همجوران عزیز سلام علیکم. 6 دکبر 2024 قرار داریم در شهر دوشنبه و من پریروز در گروه انگور و بوق در صحیفه انگور و بوق نوار با آقای عبدالزاده و روغن استحصال کرده آن کس روغن صغیر گذاشتم و باعث بحث های بسیار شد. یکی میگه که این بسیار سوده کوچیک زده است برای هوای زرد، یکیش میگه در اونجا کیمیکات بسیار زده برای هوای زرد، یکیش میگه همون زغیر سیاه باباگی خودمون با مزه و نغز است. و من برای روشنی انداختن به همین بحث ها آقای عبدالزاده را تکلیف کردم. باز آمدن از دنغره، این اون کس اونجا کار میکنن و با خود آوردن یک چند ظرف همین روغن رو 2 لیتره من این 1 لیتره و 5 لیترش رو 2 لیترش 40 سومانی، 1 لیترش این 1 لیتر نه 800 گرم 800 گرمش 2 لیترش 80 سومانی، 800 گرمش 40 سومانی و 5 لیترش 190 سومانی. و حاضر یک دو سوال میتیم اویدی همین بحث خاتمه دادن با همین بحث که همین روغن تازه است یا نه. لیکن التماس باور کنید، با گپی منم با گپی عبدالزاده باور کنید. این دروغ این خیلی همه بابا بیومون همه سیاه خوردگان عمر زور گفتن. همطور من در زواد روغن کار کرده هستم، من میدونم روغن تازهش کدام است. اون روغنی که سیاهی که میخوریم زغیر پر از زهر است، تازه کدگی نیست. حاضر میپرسیم که همینجا چی کیمیکات ارادش کدگی است، چی خیلی همین به دست آورده است. آقای عبدالزاده گفت آقای عبدالزاده سلام علیکم. سلام علیکم سلامت باشین. همین کوتاه کرده گوید که همین روغن زغیر رو شما چه استحصال میکنید تو همین درون ظرف در آمدنش نقل کنید. در زباد میبریم زغیر مرحله اول، در این مرحله اول در آپارات میریزیم، خاکش میگیریم. خاکش که گرفته شد مرحله بعد این زغیر خود زغیر به وسیله الک تازه میکنیم، اون کاهای بلند رو اینا الک میکنیم، کاهاش از بین میره. بعد مرحله سوم باز همینا رو در آپارات بادکش میکنیم، باد میکنیم، آپارات تازه کردن هست تازه میده. در 3 مرحله این زغیر تازه میشه. بعد از اینجا که تازه شد میبریم داخل سالن برای استحصال روغن، داخل آپارات میریزیم. سالن یعنی که سیخ گفتنی هست؟ بله در داخل سالن که از محل استحصال آپارات‌های روغن کشی هستش میبریم در اونجا داخل دستگاه میریزیم. در داخل دستگاه که ریختیم اینا روغن گرفته شد، کنجاله جدا میشه، روغن جدا میشه. این روغن رو میبریم تازهش میکنیم. تازه هیچ افزودنی هیچی داخل این نمیره، فقط به چیز توسط فیلتر، پارچه های فیلتری استفاده میشه، صاف میشه. در 3 مرحله از پارچه میگذرونیم، فیلترهای پارچه‌ای لطه‌ای میگذرونیم بله تا صاف و ساده بشه، بعد داخل بکش کنیم. یعنی شما گفتنی هستید که برای استحصال کردن و زرد نمودن همین خوب کردن همین یگان مواد شیمیایی شما نمیریزید؟ افزودنی نداره. من اینا رو به شرطی میدم مردم هر کس خواست ببره در آزمایشگاه لابراتوار آزمایش بگیرید، از اونجا هر چی گفتن اون درست. وقتی که شما از همین زغیر روغن جدا کرده میگیرید، پخول این یعنی که پویه همون درخت زغیر، همون بوته زغیر درختش رو شما میپرتوید یک جای قطعه و یک جای میکنید میکشید. در وقتی پریس کردن همون استفاده میبرید همون پخول رو. همون پخول ما میدیم مردم میان میگیرن برای گرمی و اینا میبرن برای بدن. نه ما در نظر داریم همون بوته زغیر رو، درخت زغیر رو میبرید رو نکنید همون رو هم استفاده میبرید در هنگامی. نه فقط همون تخم زغیر، فقط زغیر تخمش رو خالی. تخم سبب همین که زردی نقص شدنش این همون که تخمش ما روغن بگیریم، اون بوته تخالش که فایده نداره، که تخالش فایده نداره. این ضرب از اون سبب شد که شما 3 مرتبه این رو کولیدید، فیلتر کردید. فرقت این روغن زرد شما و فرقت روغن زغیر سیاهی که هست در ترکیب کدامش چی هست؟ خوردن کدامش بهتر است، خوبتر است؟ مسلمه این تازه است که اون بو میده، بو داره، ترخه، بعد خوردنش بر چیز خوب نیست. همدور نزدیک گپی که آقای عبدالزاده گفتن من برای میدونم و روغن در درونش
فسفتی دارد و صابون دارد و چندین محلول ها دارد و در نظر دارم زرد بابوگیمون سیاه بابوگیمون ما میخوریم با مزه و بو دارد اینم بو دارد لیکن رنگی وای بو ندارد لیکن برای ارگانیسم ما شما این تازه است این روغن تازه شده دیدید که خودشان گفتند یگان سودا قشنه میکنن یگان چی پریس کرده میگرفتن کنجولاش آن طرف میبرمد است روغنش این طرف بعد این روغن رو 3 مرتبه فیلتر از فیلتری لاتگی میگذارن لاتگی فقط 3 مرتبه 3 مرحله در 3 مرحله فیلتر میشه اینجوری صاف میشه و این رنگ میبرمد است من این سحر برای سنجش از این تخبریون کردم شخصا خودم کردم که من سنجم که چی خیلی است کمش رو بلوی همون سکاوراتکا چی میشد با توجیکی نمیدونم دیگچه میشود چی میشود خد تو و دونو تخم پزک ریختمو گرم کرده بولاش تخم رو بریون کردم و کم ترک روغنش رو بسیارتر گرفتم با همراهی تخم خورم گفته نون رو زده هر کرده خوردم که تلخیش در زبانم اومد بعد گرفته نون قطع تخم رو مایده کرده یک جای خوردم چنون براحت شد که تلخیش عموما حس نشد بوی زغیر میکند بنیهایت اکنون حاجی من باوری دارم که با گپای ما باور نکرده زغیر اسفره خور زغیر اسفره زوره زغیر حسور زوره نه این زوره این زغیر این تازه کرده شدگی هست همدیارون عزیز این همون سیاهی گرفته شدگی است تازه کردگی است همون زر و زخمی که سیبسیو هست اول لایقه گرفتگی است روغن تازه داده شده است اکای عبدالله به شما ولی همه عبدالله آورده است نمیدونم یک چند تا 2 لیتره چند تا 1 لیتره 800 گرم و 1 تا 5 لیتره من خونه میبرم برای که یکی یاردم کنیم کدام خریداری باشد زنگ زند از خونه من خریداری کند پول رو با اکای عبدالله میتیم رحمت سپاس از شما 2 لیترش 80 سومون 800 گرمش 40 سومون 5 لیترش 190 سومون 5 لیتر یک تا داشتن 2 لیتر یک تا 2 3 4 تا دارن و دیگرش 1 لیتر از 4 5 تا همدیران عزیز در پناه خدا باشید خیلی با گپ زنید که ما دروغ گفتیم یا راست گفتیم خدا نگهبان شما باشد